خانم سلام علیکم. خوب هستید؟ خوش آمدید. خوش آمدید. باشید. این در نبودن من چی شده است با این؟ کلین رفت. سببش؟ نمیدونم. بین خودشون چی گپ شد؟ من گناهگار نیستم. من یگان کوربه قطعی نیستم. خسته رفتم خونهشون. با پدر و مادرش صحبت کردم. گفتم گرفته بیارم، نه اومد. اکنون شما سرداری خونه، پدر و شما روید. من جوانا تو من همینجا هست؟ در خونه؟ خونه؟ مجبوری ندادیم که خودشون یک دیگر رو دوست داشته بودن. آمده باشد از این مصلحت میکنم. بچه جان؟ بچه جان؟ دومان بیدار شب. دادا سلام علیکم. سلام. سازی دادا جان خوبی سلامتی خوب هستی؟ اینجا هستی؟ خدا باشید. این چی که پوشیده است؟ میشین اینجا؟ خیلی باید شده گل؟ چی که پوشیده است؟ زنه چی باید رفته است؟ کار کرده رفته است؟ اوخی دادا جان همه تخمه کلبسه خردم اوور بریان کرد همینجا شیشتیم که بخریم بیساری بد میخره. بعد من گشتم گفتم که تو چی در داری که بیسار میخری؟ تمام دیگه یکون چی با خیر روی نداد؟ نه آخه همین ای پاشا فیل سو خیز جانجال گرفت قطعی ما خیز خونه اوتا و چشم دین رفتم خونه اوتاش رفتم اوتاش قطعیم جانجال گرفت که تو نوپیسم بده زنه حرمت نمیکرده با یا برادری دیگه داره اونم یا بچه جانجالی بده خیز قطعیم قریب کشته بکشتلشی او من نمیدونم دیگه چیکار کنم دادا جان خیلی نشه یا زن دیگه میتین چی؟ زن دیگر؟ او دادا تو فکر میکنی اندیشه میکنی زن دیگر؟ این چیه اینجا؟ 2 ماه شده است توی کلان کردیم چیه صرفه بسیار شد خیالت که با زن دیگر هستیم تو کم ترک اندیشه میکنی زن دیگر میخواد آخه تو کم ترک اندیشه کن بچه جون این زندگی رو یک بار حس کن تو چی؟ هر باری قهر میکند تو قهر میکنی و قهر میکنید بعد وای شوهر دیگر کنه تو زن دیگر میگی کم ترک شما جوانا کم ترک اندیشه کنید ما هم جوان بودیم ما هم خیلی مناسبت ها نبود یک دیگر حرمت میکردیم ما خیلیت که ولی کودکدار نشدید شما کودکدار میشدید کودک ها صغیره میشدن دیگر خیلی نمیشد بچه جان اندیشه کردن در کار آخه گذشت کردن در کار حاضر مسئله تمخیر حاضر خیز بازار را یک چیز اومده شده بگیر خونه شون را با مصلحت با یک حرمت با یک چیز همین مصلحت کنید همین زنت گرفته بیار بی زنت نبیای اینجا فهمیدی اگر نشد اگر چیزی و جنجال شد من با قطعیت میرم خب یا چای پای بخورم بعد برم من چای ترم هم کارت کن خیلی گپ شما این مسئله اساسی است خیز چیزی که شما بگین خیز برم یک بجانتر چقانتر شو خیلی رگردیش بینو ماله ای جوانهای حاضره
چی گفت؟ پدرت چی گفت؟ دادم اومد تنکید کرد که برا زن تبدیل بیار تو خونه خسرم برام چی میگم؟ برام چم جنگ نکن فهمیدی؟ سوز گفتم اگه اون چی بخرم لیوگی بگی خند پند شکلات بگی بزرگچه میخرم میاد برادر جنجالی داره ای خوشک من خطی زن تبیو خطی زن گبزه فهمیدی؟ لیزن تبیو دیگر روش پرو نکه همون زن که روزی شد او دیگه هیچی زودی کردن نمیتونه مایلش برام همون کرتای نوی که من خریدم اون را ششتن اون اوجده اویزونه برام دیگه برای کار بچم مایلش خوب خدا دیگه عبادت برسه هرما در جام شیرینت بخور ایره هر کس روش نمیرسه خیلی هم پلوی با جایت برو بخور جانت میدم راحت میکنی گوش دارم اکا این شاورما ها چند پولیا؟ شاورما 15 تا 20 تا یک تا همین 15 تا هاش بعد مزه داره سر میشه؟ سر میشه یا تا اگه نکار کرد برام الگ بیستو 15 تا 15 تا که برو آخری کنو هرما آدم توقع نمیخورد این مردک رنگ روش پرکیدگی های کدومه هست که بیچاره شرایطش وزمین است ای همین نمیشه اومدی قد دور تش بخوای و همین را بتش خیلی بوت دور 100 400 میگه ثواب میگیری بتش بخورم میخری هرما این ایزو کشیدش است بتش بابو گوش میخری بابو گوش این گیش نه رنگ گوش معلوم است شورما میخری یه بچه من اگم ندادم اون انگو بعد یعنی خوردن اتفاقی میخوردم من سگ برای چپ چپ داری پیش منده او بیام نه آمده در اینو یه بچه هرما هم بفراد که ثواب بگیری همین را بازوری بتش مقصد بگی نه همین دهانش پرش که همیشه شاورما را خیلی دیگه بر روزی میشه میخرش تو ثواب میگیری بگی بکر بخور ای حیوان دیوونه چی تو با چیگا پایی برگم سنجه همه جزیر کردی تو صدقه آدم گریشن دت خوبی هم نه آمده سیو دا بینا چند بگیر آقا شیرا سه وقتا رجب بیا سه چند سه 15 سه وقتا میخوری دقیقا که دو نجا سه خوبو
بی آکار نکنیم آمادگی خیش بنزین گاز آمدون اونجا بیا چند کیلو میگیری؟ این سه وقت با سمشناس میوری برای این با مزه نه 10 کیلو میگیریم سه بیا آکار سه اردو کردیم سه فایزو با تای بچه سه نارا خونکی هم کشتا انگور بی انگور ارزان کردیم به انگور نارا کی خونه دا بود پرابلم اتونه شود سه بیا پامیدور bez vera boj namone na da saldo da nejakas nigah nemetuna parma tarbır kılın parma ece biyo ha şunu ece biyo bu ama şimdi ece biyo ye kıtay çok da şurayı aftım amidra ece biyo mas biraz git kızım nasıl مارا نشناختی ما همسایه تو ناخی نه همسایه بچه جلیل نسی بچه جلیل بیو نه تمام میشناسی بیا یک 4 کیلو انگور بگیرم نه رو چی قضیه رنگ رو خواندگی چوکه دایتره چوکه دایدی که یک کارت اوشور ما پرابلم دارم تو پرابلم یا آدمی دیگر اگه میدونی که آدم چی پرابلم داره همه پرابلم داره بیا یک 4 کیلو سیو بگیرم سیو انگور جلیلی تربوز بگوی او پدر ما جلیل بگون داره خب برای شما جلیل بکر برای مردم چه جلیلی پیازش میگن و خمیت لقب من سیو خر بودم خونه خسل سامان میرفتم ای همیتون نمیخرم دو در جبی ها ما اوتاس خدمه خونه شما نون و نمک ارزانت میتونم بیا نون و نمک خود جلیلی پیاز بگوی داده برای اخی جلیلی پیاز بیا من چی دارم که سواشی پرابلم داری چیه؟ تو پرابلم حل میگی گفت چیست پرابلم من پرابلم کلان دارم در زندگی خیلی بگوی جدیو گفزن پرابلم دابارتم اینه من همش میپرسم پرابلم ایتر حل میکنم یعنی قشلوق مایی مقطع میشناسم اوسط میشناسم اولاد اجداد میشناسم من چه نمیشناسم بعد همینجا کلان شده کسی باشی میگی همین یک زنگ گرفتم یک تا یا دو تا ای خاک خونه کرده تامیات هرالی سرکانت میسه برو اومد بره خونه اتاق و چش را کم تر نافهمیشی در زندگی تو بیای سر خونه های بادرینگ من نک خرد من همیشه بیا آرام تو یا با جلیلی پیاز میگو یا با بادرینگ میگو من بادرینگ اویله ما جزیر شیدگی ما این او پرابلم نیست ما میرم اویله ایترا میارم دگر همین تو گیجو برو اومدی ای پیش من همون را میارم در خونه تمام خوشبخت میکنم اینجا بیو نشالا کی جان این بروی مرا نگاه کن دو درم فهمونو موزی میام اکا نگاه کن بروی مرا یک زندگی هم که پستی و بلندی روز خور میگم یک سرما نوم اینه ترمرجون بیاید ترمرجون رحمت بسمو یک جهان تشکر بیو خیفلا تو کچه
او دستی همین سیتکوی پر خطی برامو یانگا قبول کنه یک جوان تشکر من یه خونه تشکری تو من تشکر دبکی موضوع ریخته نشود چند سو 300 سم به خاطر خود رو کامرا کردم بچه اره یانگا خرسان میشود تمام دیگه نیم تمام نه اون چیز بیا او خودت گفتی ما خشی توارم هفتشتم ما برای همه تر ارزان کردم این قدر ثبتون بپلای ارما به عقلی نکن میتونم تابسیه زور بگوشم این بچه میفهمیدگی با سواد بکنم بخم چیزی میگم بخم بچه حالا گلوده دام نیست بسیار بچه با عقل ارما سختی نکن پلمی و زندگی تو بکنم بپلای بود شاید زندگی سوسیاتی ای انشالله زندگی با رحمت میگوید دادم گفت تازن تنهاری در خونه را آدم یا با خاطری پدر سوی دیگر بیا که مرا چیزا اومده سیم بگیر نه که ببره پدر تا که 4 سه با خاطری خیلی داد ما فهمیدی نمیشه 50 سال خدا نگهدار با زنگ مزن بیا چیزش نشید بگو مالی بیا بچه سه ارزون کردیم بریم فیض‌آباد بیا Karabolo mere Karabolo بیا اپا Karabolo بچه ها چی رفت کنه ها باید نگاه کنه مردگی Karabolo بیا Karabolo برادره مره Karabolo Karabolo بیا داداره Karabolo مره اپا Karabolo مره دادار Karabolo مری Karabolo کجا میره Karabolo کجا بیا گفت بسیار اگه باقی سال کم ست کام بمونم Karabolo مری اکی؟ باقی سال که ست کام بمونم بیا برادر مون بیشی دو آدمی دیگه میگیریم میریم بیشی Karabolo هسته شما نره دیگه سمره آخه من Karabolo میرم اکا همینجا 50 تا تاکسی موندگی سلام علیکم همین چهره خودت نورانی زیبا هزار احمد من که زندگی کنم بیا Karabolo میرم ما تاکسی Karabolo مکا برادر جان طرف گلبتا میرم نه من گلبتا نمیرم بگی شد تو من گلبتا نمیرم جورا جان همین دیگه روز چند سون کار میکنیم تاکسی با چند بچه تاکسی 300 سون 400 سون کار میکنم ما وقت نگه ما با کلن دیگه ندارم سری زن ما رفتم 400 سومان میکنم چند 400 سوم کم میکنم نه که مرا خونه زنم دار زن ما بگیرم با خونمون بیام یه ساعت وقت گلبتا گلبتا این طرفا گلبتا چی دیگه بیش اگه رفتیم نمیگیریم آقا بیش اگه Karabolo پیش نمیشی نبا پیش نمیشی میگو نه دا پیش نمیشی کجای گلبتا؟ همین طرفی بزرگچش همون رایون گلبتا میریم گفتی زن ما میگیریم میام همونجا ما بسیار نیستنده برادر نه میریم کم ترک میشینیم میخیزیم برادر جان ما خودی خطا گفتم که راستشاد میکنیم هم راستشاد که تو شاور کار میکنیم هم راستشاد میکنیم خیلی بینده برادر با همین تاکسی خیلی درام که با او برو بتونده تمام ما با این خیلی میکنم اینا رئیس گو که تو رئیسی اکا جان یک منوت اگر همینجا بشین من یک همسایه‌مون یا جوگیمون یا توصیه دادگی همه را بکنم من کنم؟ همینجا اکا جان یک 2 منوت اینه من کدم اینه
اینه برادر یک دمی تفرو چیموس تنجیه لباس حالش میکنی؟ خیلی حالا الرحمن الرحیم همینجا خان دیگه برادر من یک چرا نفهمیدم تو چی باید بریجت چپانم پوشیدی؟ این براکس یک سیر داره؟ بیا ما همین ساق سلامت همین پاکت های تو را بتون بخوی اکا ما داری هم ماشین ده میشینم فقط نیست ترکنی خواهیش میکنم خیلی قطعی من میدروی اونجا در خونه خستی من دلالی میکنی ده زن ما بتر من خونم براموخته بیا مرا التماس اکا برادر سرما در بالان ما من داری ماشینم ده میشینم التماس من ترا 100 دیگه زیادی میتونم 500 مرا خونه بی من میونم دیگه من 500 نمیتونم بده پاکتاتو یاردم کنم نمی خسرو چیه راستی کم نمیشنم موقع سری ما سوز نیست سرت سوز نیست؟ نه بچه بخیر بیارم نیست کن سلام نوشتم کن حاجی چی با آمدی؟ ما با سری خطا اومدم من دادم جنجال کرد و برا زن تبگیدی آخی نه یکنی ماشی توی مونه این خیلی نمیشه دادم جنجال کرد و بزنت خونه نه اینه من خرید کردم ما شف اینه ماشین مرابی ما ماشین قیمت گرفته اوزه اینه ما قیمت نوشی امروز پدا میرم با سر ملی چون همه زنه اویلم همیده بیا اگه مرده قشقتی گپ زنیم اگه مردک نیست دادت همینجا؟ همینجا بیا خطی پدرت گپ زنیم التماس فایرات که اون اخسر بچم بیایه چی دپا کی آمد السلام علیکم چی گپی سلام علیکم چی احواله چیلی باز پوشیده بیای بروکش چپانا پوشیده من رئیسیم ما ماشینی فصل اکا اینجا نفهمایی شده خیلی نفهمایی اینا بگو من نمیدونم من نمیدونم اکا نفهمایی شده اکا دادا بنده اونا فرده اکا نفهمایی شده همین نفهمایی شده بگو میزم همه گفتم نفهمایی شده دادا بیرون چه بابا چی شد نفهمایی شده ساعت یکم یه بار مگه دو بار مگه نفهمایی شده هیچ شرمندگی هست مردم حاکمه اکا در نام صدقه مرا بفهم نفهمایی شده گفتی همیجا من شوفیورم یا تاکسیستم همین دوموتونه بچه‌تونه همین مرا گفت که میرم زن میگیریم میورم اومای کجا میدونم اکا اومدم این بچت خولیگان بودم کشای چی نه زدن سرکار السلام علیکم دادا حیف کردی خوار به حیف کردی صدقه چی کردی نفهمایی چی هستی که ما در اینجا انا دیونه دامادی انتخاب کردگی همسایه چی میگن دادا بس تمام دامادی دیونه فیل
دیوانه فلای دومود دیوانه اکنه اخی تمام حیف کد خوار ما بس که تمام این تیموز آدم که جان بخشیش عذری زیاد من همچه کلیک من غیر توندم که جان اترم شبه دیوانو دیگه نبیه دیوانه فلو شیشته بیا اکنون پسرمون را نزد عروسش روی کرده ایم رامت بیارد شما هم خیزید مردک جان روید بازاری کنید میوه بیارید و یکان چیز بیارید من یک خوراکی بول ازت پزمون کلینمون را بخیر پشواز کریم چی گفتید؟ پاش که همه خیلی میشد آخر ما یک چیز میگویم که در همین خاندان آرامی باشد و اتفاقی باشد و یک گرفهمی باشد بفکرم از این خوشبختی دیگر چیزی نیست راست کردی خیلی جوان ما خطا میکنه ما باید بخشیدن را یاد گیریم مردک جان خوب خیزید خوب با جان دیگ ما حاضر هم باشه حل میکنیم هم باشه میفهمیدم که بر وقتر همینه شد خودی حاضر Karma bek, hopsi tabii در همین طوری سرش بزد با این توصیه دادگیش خطیش جنجال که 200 سامان tabii یا اخمق کردم تو توصیه بزن مرا دیگه زمان نمیتونی نخونه مرا همون چیزی که بود ما هفت پیش همین توصیه خطی گرفتم و آدم تو چیزی اومدی نه تو برای سواد و بیزنس پیش رفتن کردی تو 100 سامان ای سر سوال مرا شما داد نظر همه نگه داره داد نزنی جا داد نزن بسری ما داد نزن بسری ما کردکی ما تو صدقه آدمگری شد آرام به تاکید آرام کرما انا دادت هم اومد انا عرض شکایت دادت کرد دادت میدونه چیکارش کنه این احمقا اویستا فهمون چی گفت نمیفهمم دادت جان من همینجا خونه گفتی خسر رو برا اویلا تبگی بیا خب ما همین خرافته است همین آدم فاطمه رو پروشی سلام علیک کرد گو ما فش تاور اولادم گو ما همونجا بود اون اونجا بود توصیه هم داد که ما گفت 7 سال پیش زن هم خیلی خر کردی خونه اتاق و چش رفته بود گفتم من بریج ما گفت چپنه خشیدم خستم خونه خسرم رفتم همون بریج چپنه کردی من برآوردن زن ما دادن ما گفت همین خیلی زن تمام کردم 200 تومان ما خرید کردم راجع گرفتم رفتم خسر بچم قاطی خسرم زده سرم کردن سر رو مکان چی ای بیما ای بین پدر چونه میبری پدر چونه بردی دروغ نگو تو شد فهمیدم ما حقیقت میرم اونجا همش اونجا حل میکنم تو چی توصیه آوردی خیلی بیفایده به چیز همین کار کردی آخه میاروی اتول شوخیات دیگر نمی‌بینی نشوای شد باشه سلام همراه میرم باشه سلامت باشه شد اما رفتیم ما خدا حاضر ولی با کردن میری تمام مالش بچه سودا بیا روی خاطری دادم اگر نمیدونستی چیکار کنم دادا جان
خبر روزانی بابای دادا جان یک لحظه خوش کن دختر جانم ای تو با که قهری میشویم تو با که قهر کرده میگردی دختر جان عزیزم این چقدر وقت یاد گذشت این زندگی است هر چی شدنش ممکن دختر جانم از جهل فرا بیا دادا جان به خانه من از کپا گوش کن کپی من نبر به خانه من از شوهرت رو این عمر است هر لحظه هر دقیقه هر ثانیه هر روز و ماهاش و سالهاش تیز میگذرد تیز میفهمی یا نمیفهمی تو منه بیا دخترم به خانه‌ات رو دادا جان آخر همون پسر از اول به من معقول نبود از اول معقول نبود دادا خواهرم راست میگوید همون بچه به من هم معقول نبود بچه ساده بچه بی‌سواد دادا بیدار گپ نزن دوست گیر تو چی سواد داری؟ صدقه ثواب شوی تو خودت اول اصلاح کن دختر جانم خیلی این مردم چی میگن؟ چی میگن که دخترش در خانهش از روی ادب نیست خیلی قهری شدی بود نبود تمام دختر جانم بیا به خانه‌ات رو از شوهرت دختر جان عزیزم من خواهش من همین دادا من همینش رو میدونم که دخترت رو گرفته به یک دیوانه دادی دخترت رو حیف کردی هدید نماکل کردی دیوانت تو خودت دیوانت احمق بی فراست بی عقل اکا طوری که فرزندی که کدای کو من نمیرم همونجا همون طرف من تو اونو میخورم لیکن که خود دکو پدر بزرگوار داری پیش ماشین ششتی من میرم اونه که اکا راستی گم من میرم اونه که من ماشینم نمیخورم اینو مگه ما گفتم اکا جان یک بار خاطر مرا برو برا دفعه 600 تومن بود چی موز در نام سه 600 های ما گفتم گم من میرم اونه که من ماشینم نمیخورم خب سلام السلام ممکن؟ مرحبا کلیل السلام علیکم السلام آقا جان نازستی دادا انا سمینه دیدم این طرفی آدم در خونه دادا او دادا دادا السلام علیکم علیکم السلام السلام علیکم بچه خوش آمدید کدام شمال پران شمال های زندگی دارم خوش آمدید با خانه داریم با خانه مرحمت نه این خیلی باشد با فکرم که در هوای تازه کدام شکی خواهید کجای گوید مو مرحمت دیگر سلامتی ها نقص شکر خدا خوش آمدید باشه بیایید خدا بیایید نقص کردید یا آمدید نقص کردید سلامتتون خوب است شکر یاد سلامت من دیر آمدید چند وقت باز نامدید چی وقت خیلی دیر کردید خیلی میشه زندگی منم کماندیروفکا بودم سفری هنری بود کم خیلی حالا من
کارها خوبه؟ خب شکر خدا. برای بالا. نه من نه بالا. پایهایم کم ترک میان. گذر. ما گذر. ای گذر نه. ترما بای. خیره نه. خیریت قدم. خوب. آباده همین مکان تنی صحت رد جمله بلاها الحمدلله بسم الله الله اکبر. خیر. خوش آمدید خدا. آبا از سفر اومدم که این خیلی در خانه نویگری وای حیران شدم چی شد چی بود خیلی زندگی من میفهمم. یه اومده منم خیلی میگن که کلین از خانه رفت است. خیلی باید خیلی سبب پرسیدم زنک پرسیدم میگه من نمیفهمم. چجا نپرسیدم میگه که بین ما قدر نه جنگ بود نه جنجال بود. گفتم خیلی یک رفت حاضر مصلحت میکنیم میفهمیم. خدا جان خودت میدونی جوانی هست اینجا جوان هستن. من دخترم نقض میدانم که عیناً مادرش باید. خودت نقض میدانی که خیلی دخترک یک بعدا به طرز خودش یک نافهمی ها دارد. حالا جوان این آهسته به مرور زمان در زندگی همه این جاش میگیرد. میدونی خدا جان همین زندگی یک چیز است که من مخصوصا این دوره میگویم من جوانویم بعضی چیزاشو نمیفهمم. من همه فکرانی جوانو. خدا جان من نه هیچی نگفتم. من دخترم رو بیام هم نگفتم راست نمیدونم اگر مادرش یگون چیزی گفته باشد. این ترمه راست دیگه بعضی خونگی ها دارد لیکن در اصل بچه گنده نیست. راست دیگه هیچی گپ نشده. حاضر میخیستن یک جایت دست یک دیرش گرفته به خونهشان میروند. من مقابل نیستم. من مقابل نیستم و من طرفداری خوشبختی جوان ها اینا هر دیش برای من فرزند. من با فرزندانم تنها خوشبختی میخواهم. خدا جان باور کنید همین خودشون اگر خودشون زبان یکدیگر نیابند دیگر کس قطعی شده نمیتونه. آفرین. این فقط بین خودشون مراسا بین خودشون البته. همه چیزی باشد خودشون حل کنن. البته جوانن اینا. چندین بار به این ترمه هم گفتم فهماندم که بچه پسرم تو هم همچون پسری برای من. من بدی شما رو نمیخواهم. من تنها خوشبختی شما رو میخواهم. من خوشبختی شما را همیشه آرزو دارم. گفتم قدرتی اگر از جوانیتان شما یک دیگر رو نفهمید یک دیگر رو دوست ندارید گوش کنید این آیندهتان خیلی خطرناک می شود. زن و شوهر باید که دوست باشند تا اینکه فرزندای خوب به دنیا آمدند و فرزندای خوب را به آیه رسانند. من همین گپا سخنهای از گوشت فراموش نکن. پسرم زندگی این نه چندان بازی هست ولی دارد بعضا بازی ها ولی که زندگی بسیارتر صمیمیت را طلب میکند. جدی‌تر باشه در زندگی. شما البته همش از میشود خوب میشود. بله تو این چی شد؟ من با پرسیدم اینا یکون حقارت کردی یکون رفتاری نمیگه. خدا هر بین جوان ها زن و شوهر مثل یک کودکن. آنها در یک لحظه جنگ و جنجال میکنند بود در یک لحظه با هم آشنا میشن. دخترم تاب را بیارید. سلام علیکم. سلام علیکم. دختر جانم ما همراهی خدا و ترمه جان مصلحت کردیم که در آینده زندگی خوب را از شما ما منتظر هستیم و امروز همراهی خسارت و شوهرت به خانه‌ات برمیگردیم.
این خواهش یگانه من همشون پدر است و امیدوارم که خواهش من رو رد نمیکنید دختر جانم. مایلش دادا جان بگذار گفته شما شود. انا همه خیلی خدا. دختر جان همش خوش آمدید. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. زندگی با طاقت خوب میشه همش. من شما رو باور میکنم. ما دختر نداریم، دختر دار شدیم. من شکر 4 تا پسر دارم با یک پسر دیگرم باشه علاوه کردم. رحمت کلام. خب خدا جان ما با جواب. خوش آمدید. سلامت باشید. آمین. رحمت کلام. خب خوش باشید. آمین. خورده حلال مانده برکت تنی صحت خاطر جمع. بگذار که در تاریکستان عزیز ما همیشه روی تماشا و خرسندی باشد و تنجی و امانی باشد و آسمانش همیشه شفاف باشد. آمین. سلامت باشید. خب پس نباشد خوش آمدید. منیر بانو لباسهایت را تیار کن، بارهایت را گیر، میرویم به خانه خودمان و من در نزد هر دی پدرهایم پدرتون برای من پدر میشود وعده میدهم که دیگر دختر شما رو نمیرنجونم. در خانه ما در عائله ما خوشبختش میکنم. چی چیزی که میخورد بخورد باشه. اکا بیدار شوید. کار حل شد. میریم اک خونه. میریم.